و چیزی که انسان را متوجه این نکته میگردانه او است که انسان همیشه با مردمان صالح نشست و برخاست داشته باشه و در حلقات تربیتی حضور داشته باشه. شما بارها او آیت را از زبان علما شنیدین که در روز قیامت یک عده کسانی یکی از مواردی که بسیار پشیمانی میکنن همیست که کاش لم یتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من فلانی را دوست خود نمیگرفتم. به خاطر از اینکه انسان خصوصا در مرحله جوانی طبیعت انسان همین رقم هست که در جوانی با اندیوال خود از هر کس دیگه که در راحت تر است. شوخی های خودم کتش میگه و مذاق های خودم کتش میگه و گاهی وقتا یگان گناهانی را کتش میگه و موارد انسان بی‌باکتر عمل میکنه. طبیعت جوانی همیست که انسان در مرحله جوانی بی‌باکتر است و این بی‌باکی گاهی وقتا اگر خدای نخواسته انسان با انسان های صالح نشست و برخاست نداشته باشه، در مجالس خیر اشتراک نکنه، شیطان میتونه خیلی زود از انرژی جوانی و از توانایی جوانی بر علیهش استفاده بکنه، یعنی بر علیه خود انسان استفاده بکنه. به خاطر میگم بر علیهش که انسان گناه میکنه، که انسان در معرض گناهان قرار میگیره، این در حقیقت ظلم است به حق نفس و همین خاطر شیطان از انرژی جوان بر علیه جوان استفاده میکنه. و این که جوانی چقدر اهمیت داره استاد به صورت تفصیلی پیشتر بسیار زیبا این نکته را بیان کرد. من فقط میخواستم امیر باز تکرار بکنم که جوانان عزیز ما این مرحله را به اصطلاح این مرحله بسیار مهم از زندگی خود را اول اهمیتش بفهمن. قطعا وقت انسان اهمیت یک موضوع را بفهمه باز به او توجه میکنه. یعنی این مرحله زندگی خود انسان عادی فکر نکنه، مثل که ما شما متعادتا زندگی میکنیم و به اصطلاح شاید فکر هم نکنیم خب ما در یک مرحله خاصی از زندگی خود قرار دارم. قطعا باید این مرحله خاص از زندگی خود ما باید برش به تعبیر ایرانی‌ها میگه حساب برش باز بکنیم، یعنی این بسیار توجه بهش بکنیم و بعد بر از یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. قطعا اونمو انرژی و اونمو حوصله و اونمو توانایی و اونمو کار ده که حالا ما میتونیم بکنیم در آینده نمیتونیم بکنیم. یعنی وقتی که از مرحله جوانی گذشتیم باز دیگه انرژی را نداریم، این انگیزه را نداریم، این قدرت را نداریم، این توانایی فکری و فیزیکی را نداریم و قبل از او هم نداشتیم. پس انسان همین مرحله را باید بسیار دقیق به اصطلاح مد نظر داشته باشه و به خاطر امی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق میکنه، یعنی این مرحله زندگی را به عنوان یک مرحله خاص معرفی میکنه و به خاطر از اینکه انسان این مرحله را در عبادت الله سپری بکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت مشخص در مورد امی فضیلت را ذکر میکنه که سبعه یظلهم الله، و هفت گروهی است که در روز قیامت در زیر سایه عرش الله هستند که یوم لا ظل الا ظله، که روزی که هیچ سایه بجز سایه عرش الله تبارک و تعالی نیست. و در یکی از این موارد امیر ذکر میکنه شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت الله بزرگ شده، این مرحله جوانیش با عبادت الله به اصطلاح یک جا به مرحله کهولت و کلانسالی رسیده. به همین لحاظ است که جوانای عزیز ما و آدم خوشحال میشه، الله شاهد است، آدم خوشحال میشه وقتی میبینه که در اوج فتنه ها و در عصر فتنه ها جوانانی هستند که الحمدلله ثم الحمدلله هنوز به ارزش های دینی خود توجه میکنن و در روزی که میتونن برن یک جا شوخی بکنن، میتونن برن در یک مجلس به اصطلاح گناه اشتراک بکنن، از همه از اونها میگذرن و خلاص در یک مجلس خیری میشینن. واقعا این اول نعمت الله هست و قطعا انسان مسلمان این نعمت را نادیده نگیره. یعنی بدون مبالغه براتون میتونم بگم که وجود ما در مجلس خیر نشستیم اینجا استاد صحبت میکنه، کس دیگه صحبت میکنه، امیر ذاتاً گپ کم ارزش تلقی نکنه. این نعمت از نعمت‌های الله است که می توفیق را نصیب میکنه برامون و در ضمن ازی در تلاش ازی باشیم که کل زندگی خود را و خصوصا مرحله جوانی خود را از پیش ما هدر نره و نشه که یک باری به اصطلاح وقتی به فکر بیایم که دیگه بازو توانایی و اونمو قدرتی که الله متعال برای ما شما داده بود و جالب هم نیست، اما رقمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت این مرحله را ذکر کرده و باز در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از این مرحله پرسیده میشه، الله متعال میپرسه که تو چی در زندگی تو چی سپری کردی و قطعا در عمر انسان که رسول الله میگه که از عمر انسان پرسیده میشه که او در چی فنا کرده، از مرحله جوانی باز به صورت مشخص‌تر، چون در مرحله جوانی انسان انرژی و توانایی و قدرت بالاتری داره و چیزی که ما را میتونه کمک بکنه، یعنی چیزی که ما را میتونه بیشتر کمک بکنه و بهتر کمک بکنه، در کنار از اینکه کوشش بکنیم هر وقت مطالعه بکنیم، درس‌های علما را بخوانیم، در درس‌هایی که خودمون به اصطلاح به صورت رسمی هم می‌خونیم در اونها هم پابند باشیم، چیزی که بیشتر تأثیر بیشتر داره تا جایی که ما تجربه کردیم تأثیر بیشتر داره او اشتراک کردن در حلقات درسی و سودا هست. به خاطر از اینکه امی انسان در کنار یک برادر خود وقتی میشینه از این چیز را حتما تأثیر میگیره، با یک صحبت را میگه، یک کلمه را میگه. گاهی وقتا انسان‌هایی هستن که با یک جمله تغییر میکنن، یعنی شما زندگی و خاطره یک عده انسان‌هایی را که در یک مرحله خاصی به طرف گمراهی ها بودن در بخوانین، گاهی وقتا یک نفر را یک جمله تغییر میده،
به این خاطر انسان همین به اصطلاح نشست و برخاست با دوستای که عقیده سالم تر دارن و فکر سالم تر دارن و اندیشه سالم تر دارن و مشغولیت سالم تر دارن اینا نادیده نگیره و کوشش بکنن جوانای عزیز ما که همین کارا بکنن. اگر استادای کسی هم نمیتونست بیاه، شما خودتان در میان خود من مطمئن هستم الحمدلله به اون مرحله رسیدین که حداقل میتونین یک حلقه درسی با خود داشته باشین. حداقل بسیار کار سختی اگر نیست میتونین یک کتاب را از روی بخونین. این کار ساده هست، این کار ساده هست. مثلا شما خودتان یک کتاب‌های مشخصی الحمدلله بالا به اندازه کافی ما کتاب‌های زبان دری هم داریم، کتاب‌هایی که بسیار خیلی خوب است برای حلقات تربیتی. میشه که اونا رو مثلا یک برادر یک کتاب برای شیخ سرور بدیم، شیخ سرور اگر عنوانش آمادگی بگیره روز بیادی بیاره که یک برادر روز یک عنوان درسی رو به یک برادر دیگه بدیم. هدف ما فقط است که یعنی ما در کنار هم دیگه باشیم و با هم دیگه به اصطلاح نشست و برخاست داشته باشیم و از علم و از تجربه و از فهم یکدیگر استفاده بکنیم. نکات خیری را که از یکدیگر میآموزیم میره با هم دیگر شریک بکنیم و این ان شاء الله میتونه که تاثیرگذار بوده باشه و در آینده ها ما را برسانه. این مسئله یک تاثیر مثبت دیگه هم داره، همین که در حلقات درسی اشتراک کنیم و حتی خود ما گپ بزنیم. گاهی وقتا می توانایی به اصطلاح صحبت ما را بالا میبره، فصاحت ما را خوبتر میسازه، جرأت ما را خوبتر میسازه، در هر مجلسی میتونیم خیلی خوبتر صحبت بکنیم و در کنار از این علم ما را هم بالا میبره. گاهی وقتا همین حلقات یک نفر را بگیم مطالعه بکن، باز دلش شد یک دفعه مطالعه میکنه، دلش شد باز مطالعه نمیکنه. اما اگه بلش الزامیت بدیم که تو حتما ملزم هستی تا هفته بعدی فلانی موضوع درسی را ارائه بکنی، باز مجبور هست که این کارا بکنه دیگه. به این خاطر من گپ خود خلاصه میکنم که قاری زیاد تاکید کرد کوتاه صحبت بکنه. همیست که ما اول اهمیت تربیت را بفهمیم، اهمیت تربیت اسلامی را بفهمیم و مرحله جوانی را به عنوان یک مرحله بسیار مهم و به اصطلاح به تعبیر سرنوشت ساز ایران نادیده نگیریم و کوشش بکنیم که در کنار دوستا و برادرای ما در حلقات تربیتی ایمانی باشیم و ان شاء الله الله متعال برای همه شما توفیق نصیب بکنه که برای فهم دین الله متعال انگیزه در قلب‌های ما ایجاد شه، قلب‌های ما قلب‌های بیمار و مرده نباشه، قلب‌های زنده باشه که به خاطر دین الله میتپه و در تلاش ازی باشیم که برای فهم دین الله زحمت بکشیم و در تلاش ازی باشیم که دین الله تبارک و تعالی را وقتی درست فهمیدیم درست خالصانه عمل بکنیم و در تلاش رساندن از او به دیگران باشیم و در تلاش ازی باشیم که به خاطر حاکمیت دین الله مبارزه بکنیم و الله متعال برای همه ما شما توفیق نصیب بکنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.